روز سه‌شنبه 21 آگوست در روبروی سفارت روسیه در جمهوری چخ اعتراض دایر شد. جمع آمدگان برای یادبود 50مین سالگرد تجاوز شوروی به چخسلواکیه راهپیمایی اعتراضی دایر نمودند. آنها پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین و خط مشی کرمل را مورد تنقید قرار دادند. سال 1968 تانک‌های شوروی اصلاحات لیبرالی پیشوای کمونیستان چخسلواکیه الکساندر دوبچک را که با نام بهار پراگ معروف می باشد پخش نمودند. شب 21 آگوست سال 1968 سربازان شوروی با دستگیری نظامیان پیمان ورشو از جمله بلغارستان، جمهوری دموکراتی آلمان، مجارستان و لهستان جمهوری چخسلواکیه را اشغال نمودند. حضور نیروهای پیمان ورشو در چخسلواکیه تا سال 1991 یعنی زمان فروپاشی اتحاد شوروی ادامه کرد. هنگام ورود سربازان به چخسلواکیه در سال 1968 دست کم 137 نفر کشته شدند. مراسم یادبود 50مین سالگرد پخش بهار پراگ در دیگر گوشه‌های جمهوری چخ از جمله میدان واتسلاو نیز برگزار شد.